چگونه با یک عادت ساده فشار خون خود رو کنترل کنیم؟ سلام به همه، ابراهیم پاک هستم، فارغ التحصیل هوشبری. به ویدیوی امروز خوش اومد. اهمیت کنترل فشار خون و پیامدهای فشار خون بالا. فشار خون بالا یا به اصطلاح پزشکی هایپرتانسیون یکی از شایع‌ترین و در عین حال خطرناک‌ترین بیماری‌های مزمن در جهانه. این بیماری به علت افزایش مستمر نیرویی که خون به دیواره رگ‌ها وارد میتونه به آسیب‌های جدی در سیستم قلبی عروقی منجر بشه. طبق تحقیقات پزشکی، فشار خون بالا به عنوان یکی از عوامل اصلی ابتلا به بیماری‌های قلبی، سکته مغزی، نارسایی کلیه و حتی کاهش توانایی شناختی شناخته شده. اما نکته مهم اینه که فشار خون بالا غالباً تا مراحل پیشرفته بدون علامته و بسیاری از افراد تا زمانی که عوارض جدی ظاهر بشه از ابتلای خودشون مطلع نمیشن. اما خوشبختانه مطالعات متعددی نشون دادن که تغییرات سبک زندگی و عادات روزمره نقش بسیار مهمی در پیشگیری و کنترل فشار خون دارن. در این ویدیو میخوایم با شما درباره یکی از ساده ترین، طبیعی ترین و مؤثرترین عادات روزانه صحبت کنیم که میتونه به طور چشمگیری به کاهش فشار خون کمک کنه. پس همراه من باشید. فقط قبل از ادامه اگر از محتوای این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و برای دریافت ویدیوهای جدید کانال ما رو سابسکرایب کنید. با این کار از آخرین ویدیوهای ما بیخبر نمیمونید. همچنین حتما نظرات خودتون رو در کامنت ها بنویسید. متشکریم که همراه ما هستید. فشار خون چیست و چرا کنترل اون حیاتیه؟ برای شروع بیایید به صورت دقیق‌تر مفهوم فشار خون رو بررسی کنیم. فشار خون به نیرویی گفته میشه که خون در حال گردش بر دیواره رگ‌ها وارد میکنه. این نیرو باید در حدی متعادل باشه تا خون بتونه به درستی به اندام‌ها و بافت‌ها برسه. فشار خون دو عدد داره. فشار سیستولیک. فشار خون زمانی که قلب منقبض میشه و خون رو به رگ‌ها پمپ میکنه. این عدد معمولا عدد بالاتره. فشار دیاستولیک. فشار خون زمانی که قلب در حالت استراحت بین ضربان‌ها قرار داره. فشار خون طبیعی معمولا کمتر از 120 روی 80 میلیمتر جیوه است. زمانی که فشار سیستولیک بالاتر از 130 و فشار دیاستولیک بالاتر از 80 باشه، این وضعیت فشار خون بالا محسوب میشه. چرا این موضوع مهمه؟ فشار خون بالا باعث میشه دیواره رگ‌ها تحت فشار زیاد قرار بگیرن و به مرور آسیب ببینن. این آسیب‌ها میتونن منجر به تشکیل پلاک‌های چربی در رگ‌ها، کاهش جریان خون به قلب و مغز و در نهایت بروز بیماری‌های خطرناکی مثل حملات قلبی و سکته بشن. معرفی عادت ساده و علمی برای کنترل فشار خون: نوشیدن آب لیمو ولرم همراه با عسل و زنجبیل. شاید تصور کنی که برای کنترل فشار خون نیاز به داروهای پیچیده و درمانهای پرهزینه باشه. اما تحقیقات علمی نشون دادن که تغییرات ساده‌ای در رژیم غذایی و عادات روزانه میتونه تاثیرات بسیار قابل توجهی داشته باشه. یکی از این عادات ساده نوشیدن روزانه 1 لیوان آب لیموی ولرم همراه با عسل طبیعی و زنجبیل تازه است. این ترکیب نه تنها سرشار از ترکیبات مفیده بلکه تاثیرات هم‌افزایی روی کاهش فشار خون داره. چرا آب لیمو؟ لیمو یه منبع غنی از ویتامین C و فلاوونوئید هاست. ویتامین C یه آنتی اکسیدان قویه که به کاهش التهاب در رگ‌های خونی کمک میکنه و باعث افزایش قابلیت ارتجاعی دیواره رگ‌ها میشه. همچنین فلاوونوئیدها میتونن باعث افزایش تولید نیتریک اکسید در دیواره رگ‌ها بشن. ماده‌ای که به گشاد شدن عروق و کاهش فشار خون کمک میکنه. نقش زنجبیل. زنجبیل یک ریشه گیاهیه که خواص ضد التهابی و گشاد کننده عروق داره. ترکیبات فعال موجود در زنجبیل باعث بهبود جریان خون، کاهش تجمع پلاکت‌ها و کاهش سطح فشار خون میشه. مطالعات متعدد بالینی اثرات مثبت زنجبیل در کاهش فشار خون رو تاکید کردند. خواص عسل طبیعی علاوه بر تامین انرژی سریع و قابل استفاده برای بدن، دارای خواص ضد التهابی و آنتی اکسیدانیه. مصرف عسل میتونه باعث بهبود عملکرد رگ‌ها و کاهش استرس اکسیداتیو بشه که هر دو عامل مهم در کنترل فشار خون بالا هستن. نحوه آماده سازی و مصرف نوشیدنی. برای اینکه این عادت ساده بیشترین تأثیر رو داشته باشه، این نکات رو رعایت کنید. ابتدا 1 لیوان آب ولرم با دمای حدود 30 تا 40 درجه سانتیگراد آماده کنید.
توجه داشته باشید که آب خیلی داغ میتونه ترکیبات مفید لیمو رو تخریب کنه. آب نصف یک لیموی تازه رو به آب اضافه کنید. یک قاشق چایخوری عسل طبیعی به نوشیدنی اضافه کنید و خوب هم بزنید تا کاملا حل بشه. در نهایت نصف قاشق چایخوری زنجبیل تازه رنده شده یا پودر زنجبیل اضافه کنید و مخلوط کنید. این نوشیدنی رو بهتره هر روز صبح به صورت ناشتا و حداقل نیم ساعت قبل از خوردن صبحانه میل کنید. مکانیسم اثرات این نوشیدنی بر کاهش فشار خون. ترکیب این 3 ماده باعث ایجاد اثرات مثبت متعددی روی سیستم قلبی عروقی میشه. گشاد شدن عروق، افزایش نیتریک اکسید ناشی از فلاوونوئیدهای لیمو و ترکیبات زنجبیل باعث شل شدن عضلات صاف دیواره رگ‌ها و کاهش مقاومت در برابر جریان خون میشه. کاهش التهاب و استرس اکسیداتیو. آنتی اکسیدان های موجود در لیمو و عسل رادیکال های آزاد رو خنثی میکنن و از آسیب دیواره عروق جلوگیری میکنن. کاهش تجمع پلاکت ها و بهبود انعطاف پذیری خون. زنجبیل باعث کاهش چسبندگی پلاکت ها میشه و به جریان یافتن بهتر خون کمک میکنه. تنظیم سیستم ایمنی و کاهش استرس. عسل و ترکیبات گیاهی به کاهش پاسخهای التهابی سیستم ایمنی کمک میکنن که نقش مهمی در حفظ سلامت عروق داره. نکات مهم، احتیاطها و توصیه‌های پزشکی. دمای آب رو دقیق رعایت کنید. آب باید ولرم باشه. دمای بالا و دمای پایین هر دو میتونن از اثرات مفید ترکیبات بکاهند. مراقب حساسیت‌های معده باشید. افرادی که مشکلات معده مثل زخم یا ریفلاکس دارن باید مقدار لیمو رو کم کنن یا با پزشک مشورت کنن. مصرف داروهای ضد فشار خون. این نوشیدنی مکمل درمانه و جایگزین داروهای تجویزی نیستش. قبل از ایجاد تغییر در برنامه دارویی حتما با پزشک خودتون مشورت کنید. پایبندی و استمرار. این عادت باید به صورت روزانه و منظم انجام بشه تا تاثیر اون دیده بشه. کنترل منظم فشار خون. بهتره به طور منظم فشار خون خودتون رو اندازه گیری کنید تا پیشرفت خودتون رو مشاهده کنید و در نهایت قبل از هر گونه تغییر در عادات روزانه یا مصرف هر نوشیدنی یا ماده جدیدی حتما قبلش با پزشک خودتون مشورت کنید. به طور خلاصه کنترل فشار خون یه چالش مهم سلامته که با یک عادت ساده و طبیعی مثل نوشیدن روزانه آب لیمو ولرم همراه با عسل و زنجبیل میتونه گام بزرگی در اون برداشت. این روش با اثرات علمی اثبات شدهش راهی سالم، کم هزینه و بدون عوارض جانبی برای بهبود سلامت قلب و عروق شماست. اگه میخواید تغییرات واقعی در سلامت خودتون رو احساس کنید، همین امروز این عادت رو شروع کنید. یادتون باشه که پیشگیری همیشه بهتر از درمانه. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما لایک کنید. همچنین کانال ما رو سابسکرایب کنید و نظرات خودتون رو برای ما بنویسید. ممنون که همراه ما بودید. موفق و سلامت باشید.